سلامة الأذواق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. حين تقربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتحسني ذكر المروءة والندى بين الشمائل عزة المشتاق. فالناس هذا حظه مال وذاك مكارم الأخلاق. يا حبذا خلق كريم طاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان ارجمند و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید برنامه خودتان، برنامه خلق عظیم را مشاهده میکنید، خدمت یکایک شما گرامیان و سروران عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و امیدوارم که صحت و سلامت و شادکام بوده باشید. در این برنامه، در برنامه این هفته ایمان مهمان دیگری داریم، مهمان ویژه‌ای، جناب دکتر نور محمد عمرا، سخنور شیرین کلام، در این برنامه در استودیو با من حضور دارند. به اجازه شما گرامیان خدمت ایشان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و ایشان را به برنامه خلق عظیم خوش آمد میگم. خیلی ممنون. تشکر دارم استاد بزرگوار جناب ثقل عزیز. وقتی که شما برنامه‌تون رو شروع می‌کردید بنده به یاد یک روستایی افتادم، مثل خودم یه بنده خدای روستایی بود. میدید که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و حضرت معاذ بن جبل وقتی حرف میزنن دعا میکنن چیزای خیلی خیلی خوبی میگن و شما هم برنامه‌تون همچین قلم به سلام به شروع کردین. یادمون افتادم که بنده خدا رفت گفت یا رسول الله شما چیزایی میگید که من بلد نیستم. پیامبر هم فرمودن که ما هم ندندن حولها، یعنی ما هم همون چیزایی که خودت میگی که خدایا ببخش اینا، ما هم همونا رو میگیم. من هم با اجازه شما عرض ادب و سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز، البته با همون شیوهی که استاد ثقل شروع کردن. من که بلد نیستم به هر حال، اما همین سلام دهاتی ما رو پذیرا باشید که نشانه اخلاص و محبت ماست به شما. در خدمت شما هستم. سلامت باشین جناب دکتر. واقعا وقتی شما را من در برنامه میبینم و در برنامه که با من یک جا میرین، واقعا به شخص بنده روحیه میتین و معنویات بنده را این باز هم از همون حرفای قلم به سلام شماست برای خوشحال کردن دهاتی ها. تشکر میکنم. عموما جناب دکتر بار دیگر حضور شما را در استودیوی برنامه خلق عظیم خوش آمد میگم و بینندگان عزیز و گرامی، در این برنامه یا در این جلسه از جلسات برنامه هفتگیمان، برنامه خلق عظیم با فضیلت دیگر از فضایل اخلاق اسلامی در خدمت شما گرامیان هستیم و در این برنامه انشاءالله پیرامون خلق عدل و عدالت صحبت میکنیم و امیدواریم که در این برنامه اگر بحثمون را نتونستیم در یک قسمت تمام کنیم، در بحث دیگر انشاءالله پی بگیریم، عین موضوع را و دنبال کنیم. خب جناب دکتر، فکر کنم که اگر بحث عدالت را، مقوله عدالت را و خلق عدالت را از اینجا آغاز کنیم که میخوایم یک مفهومی داشته باشیم، یک تعریف از عدالت داشته باشیم، چون میبینیم که افراد، گروه های، حتی حکام، مسئولین داد از عدالت میزنن و خود را عادل مینامند و گویا اینکه متخلق با خلق عدالت هستند. هر کس
از زاویه معین و مشخص عدالت را به تعریف گرفته. میخوایم یک مفهوم کلی از عدالت داشته باشیم و اگر تفصیلات هم ارائه کنین ممنون میشیم. استاد ثقل بزرگوار، ببینید من اولا با شما مخالفم که شما فرمودید که این یکی از اخلاق اسلامی است. اولا از این باب که اسلام خب دین فطرت هست، بله. درست هست، اما اصولا عدالت یک خواسته انسانی است، یک خواسته فطری است، یک نیاز هست. بله. انسان طی مراحل مختلفی که در زندگیش طی کرده دو تا مورد بسیار مهم داره که اساس زندگیش هست. یکی نیازهای فیزیکی و مادی است، غذا و زندگی و مایحتاج زندگی که به هر حال خودش رو رمقی تو جسمش نگه داره. یه مورد دیگه آسایش و امنیت، که آسایش و امنیت و نیازهای فیزیکی انسان، مادی انسان، کل اینها برآورد نمیشه مگر اون که یک سیستمی باشه که در اون عدالت برقرار باشه. همیشه انسان توی این بحبوحه بوده که این عدالت رو چطور به دست بیاره. و چون که این یک تعریف بسیار خوبی بود و یک کسی بود که یک مفهومی بود که همه نیازش داشتن، همیشه هم میبینیم هر کسی انوشیروان با اون ظلم و ستم و اینا میخواد که رنگ و رویش رو برای تاریخ جلوه بده، میگه انوشیروان عادل و همه میان به اصطلاح نوکراش و چاکراش میان عادل میکنن. تا این دادگری و عدل و انصاف و اینها یک خواسته انسانی است و همیشه هم ظالمان هم سعی کردن که همین رو ببینید. در هر کشوری الان و در طول تاریخ ما وزارتی داریم، وزارت عدل و دادگستری. بله. خب هر چقدر ظالم هست، هر چقدر ستمگر هست، اما میخواد که چهرهش رو برای مردم درست نشون بده، یک چهره خوبی از خودش به جا بذاره. دادگری و عدل رو با خودش انس میده، چون که میدونه که دادگر، و ما هم در ادبیات فارسی خودمون دادگری که از اسماء الله الحسنا هست، العدل، خداوند یکی از اسماء الحسنا عدل هست و که همون مصدر است از عادل که اسم فاعل باشه. این عدل و انصاف اساس زندگی است. واسه همینه که الله تعالی تمام پیامبرانی رو که فرستاد هدفشون برقراری عدالت. در سوره حدید آیه 25 ما میخونیم که خداوند متعال میفرماد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما پیامبران رو فرستادیم، براشون کتاب فرستادیم، قوانین و اساسنامه‌های چرخش زندگی فردی و اجتماعی رو فرستادیم که چی بشه؟ که عدالت در بین خودشون قائم کنند، برپا کنند. عدالت، برپای عدالت، داد، انصاف، قسط، این یک مفهومی بود که همیشه انسان باش درگیر بود. اگر ما هم در شیوه های مختلفی که انسان تجربه کرد، انسان مارکسیستی رو تجربه کرد، انسان کمونیستی رو ترجمه کرد، انسان رأسمالی رو ترجمه کرد، همه اینها رو یک انسان تجربه کرد برای رسیدن به چی؟ به خاطر اینکه ما بخوایم عدالت بهش برسیم. ما میخوایم که یک جامعه ای داشته باشیم که در اون استقرار باشه، در اون رفاه اجتماعی باشه، در اون افراد به همدیگه احترام داشته باشن، در اون انسان بتونه به گونه انسانیت زندگی کنه. همه این جنجال ها روی همین هست که ما میبینیم هر جا هم که مردم به پا میخیزن چی میگن؟ میگم آقا ما استقلال میخوایم، آزادی میخوایم، برابری میخوایم. برابری و عدالت یک خواسته که انسانی است که همیشه در جوامع مختلف مطرح بوده. اصول و ضوابط مدیریت یک جامعه بدون عدالت امکان پذیر نیست. خیلی جمله زیبایی رو ما به ارث بردیم از شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله که میفرمایند که یک حکومت کافر عادل میتونه بقا داشته باشه، اما یک حکومت ظالم اگرچه مسلمون باشه این بقا نخواهد داشت، سرنگون خواهد شد و استمرار نخواهد داشت. این یه واقعیتی هست. بله. واقعیتی که تاریخ این رو ثابت کرده و ما این رو روزمره این رو در گذر تاریخ میبینیم. هر مؤسسه‌ای باشه، حالا یک حکومت باشه، یک خانواده باشه، یک
مؤسسه کوچکتر یا بزرگتر باشه، اگر در اون مؤسسه یک قوانینی وضع نشه که عدالت رو برای افراد تضمین کنه، اون مؤسسه برچیده میشه، اون دوام نخواهد پیدا کرد. الان این کمونیستیت با همه این قدرتی که داشتن، با همه این موارد اقتصادی که داشتن، با تمام اینها فرو پاشید، چرا که نتونست حتی اون وعده وعیده هایی که به صورت داده بود برای مردم مهیا کنه. الان شما هر جای دنیا رو ببینید، جایی که عدالت نیست، در اون دو تا نیاز عمده انسانی برآورد نمیشه. نه در اون آسایش و امنیت هست و نه در اون نیازهای مادی و فیزیکی انسانها برآورد میشه. همونطوری که فقر یک جامعه رو، یک فرد رو نفله میکنه و از بین میبره، همونطور ثروت و طغیانش جامعه رو از بین میبره. فقر در مقابلش ثروت زورگویان هست. فقر انسان رو خرد میکنه، شخصیت انسانیش رو از بین میبره، تا جایی میرسه که اونجا فکر میکنه که بود و نبود من برابر. این افرادی که الان شما میبینید در خیابونهای ایران ریختند و از جامعه حقشون رو میخواند، از مدیریت جامعه حقشون رو میخواند، این افرادی هستند که نفله شدن، الان هیچ چیزی ندارن که بترسن که از دست میدن. بله. الان شب و روزشون برابره، مرگ و زندگیشون برابره و میجنگن تا به حقشون برسن. در مقابل اینها که هستن، در مقابل اینها یک تقوی زر و زور و فسادی هستند که اموال جامعه رو به دست گرفتن، یک دوگانگی. اینها چون که در یک فضایی از مال و ثروت و دزدی و چپاول و زر و زور بودن، اینها باز نفله شدن. اینها هم نفله شدن، نفله فرعونیت. از اون غروری که در اینها دمیده شده به جا و مکانتی که پیدا کردن دروغین، این باعث شده که انسانیت خودشون رو از دست بدن. کلا ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنى. وقتی که این انسان به مرحله طغیان برسه، این طغیان ثروت پیدا کرده، این طغیان فقر، این دوتا با هم نمیتونن در یک جامعه به صورت متوازن و متعادل امکان نداره زندگی کنن. اینه که این جامعه منفجر میشه و این فضا یک فضای بحرانی میشه. در فضای عدالت انسان میاد خودش رو درک میکنه، ماهیت خودش رو کسب میکنه. شما تصور کنید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در صحنه بسیار خطرناک، اون صحنه بدر که صحابه عددشون بسیار کم، دشمن با تمام نیرو جلو سفارایی کرده، الان مسلمان ها هم باید سفارایی کنن تا قدرت خودشون رو نمایان کنن. در این میان یکی از صحابه، ببینید این صحابی قصدن این کارو میکنه، میاد و این مقداری چاقلو هست، شکمشو میاره بالا، صف رو به هم میزنه. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک مسواکی دستشون هست، یک چوب مسواکی، میبینن که ایشون از صف اومده، اشاره میکنن، با لطف اشاره میکنن که استوی یا سواد، سواد جان یکم برو پشت سر برو تا صف. اما این فرد مفهوم عدالت رو از پستان اسلام مکیده. این میدونه یعنی چی. میگه آخ یا رسول الله منو اذیتم کردی. پیامبر که کاری نکردن، اما این میگه که منو اذیتم کردی، با همین مسواک اینطوری کردی دردم اومد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، پیامبر اکرم کی هستن؟ سردمدار اسلام، سرلشکر این سپاه، در این لحظه بسیار بحرانی در اینجا مسواک رو میدن که سواد جان اذیت شدی، همونطور که من زدمت از من حق تو بگیر. میگه نه یا رسول الله، شکمم لخت بود، شما رو شکمتون پارچه ای هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پارچه رو کنار میکشن که سواد بزنه به پیامبر. خب بعد سواد پیامبر رو به بغل میگیرن و پیامبر رو میبوسن، میگن که یا رسول الله میبینی که ما در چه حالتی هستیم، در اینجا جنگ است، در اینجا مرگ تقسیم میشه، در اینجا هیچ کسی نمیتونه بگه که ساعتی دیگر
من سواد زنده ام، اما میخوام وقتی پیش خدام برم تنها چیز آخرین جسمی که من دستم بهش خورده جسم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باشه. این مفهوم عدالت هست. این مفهوم اینی هست که این نابرابری هایی که در جامعه به وجود میاد، این فرعونیتی که در انسان کاشته شده، انسان تمام بشریت استاد صقر بزرگوار بر ظلم میچرخه. تمام کون، حیوانات رو میبینیم 3/4 حیوانات میزنن و میکشن بله. تا بتونن خودشون رو نگه دارن. تنها کسی که خداوند از اون خواسته که عدل رو رعایت کنه این انسان. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. خداوند توی مؤمن رو، توی انسان رو به عدل، به عدالت امر میکنه. عدالت که فرعون شکسته بشه. بله. برای همین در دین ما 2 نفر مجرمند، 2 گروه مجرمند و بازخواست میشن. بله. یکی ظالم و یکی مظلوم. ظالم برای چی؟ به خاطر اینکه ظلم میکنه و از راه به در رفته و اسباب انهیار و فروپاشی جامعه و فرد و انسانیت و اخلاق رو به وجود میاره. یکی دیگه مظلوم. مظلوم برای چی؟ برای اینکه سر خم کرد تا ظالم سوار بشه. توی مظلوم در پیش خداوند مجرم هستی، جنایتکاری. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو ظالم رو ساختی، تو نرفتی جلوی ظالم قد علم کنی. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماند از بهترین تصاویر جهاد در راه خدا اون فردی هست که جلوی ظالم میسته و حرف حق رو میگه و اگر این فرد شهید شد در روز قیامت با سید الشهدا حمزه رضی الله عنه عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و سردار شهیدان احده. پس عدالت یک مفهومی هست، یک ارزشی هست در دین اسلام، یک ارزش محوری مطلق. بله. به این معنا ما خیلی ارزش ها داریم. ما صداقت داریم به عنوان یک ارزش مرکزی. بله. کسی حق نداره دروغ بگه. اما مواردی هست که میشه دروغ گفت. در جنگ نیرنگ و حیله و این جزئی از مفاهیم جنگی است، جزئی از ابزارهای جنگی است. اینجا مثلا میشه دروغ گفت. اما عدالت یک ارزش مطلقی هست که خداوند متعال عدالت رو واجب و فرض کرده بر هر کس در هر جا و در هر حالتی که بود. یعنی ما اصلا نمیتونیم تصور کنیم یک حالتی رو که در اون جایز باشه که کوچکترین ظلمی روا داشته باشه. در جنگ‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم وقت اسلام رو می‌بینیم، در کل اینها ما یک موردی نمی‌بینیم که در اون ظلم و تعدی صورت بگیره. جنگ اصلا میدانی هست که در اونجا دیگه همه چیز ارزش رو از دست میده، همه چیز مفاهیم مغلطه ایجاد میشه. حتی گفتیم که مثلا صداقت اونجا رنگ و بوش کم رنگ میشه، چرا اونجا نیرنگ و حیله میاد. اما نیرنگ و حیله و دشمنی و همه اینها حق نمیدونه و که خداوند متعال بهت اجازه نمیده که اونجا ظلم کنی. ولا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا، لا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. بدی دیگران، دشمنی دیگران، پلیدی و پستی دیگران، این به من اجازه نمیده که من بیام بهش ظلم کنم. یک قصه بسیار عجیبی هست در سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم استاد صقر بزرگوار که وقتی مسلمان ها خیبر رو گرفتن، اهل خیبر، یهود خیبر خیانت کردند و بر علیه اسلام توطئه چیدن، معرکه خونین و خطرناک که سخت‌ترین جنگی که مسلمان ها داشتند، جنگ روحی روانی بود در خندق، این به نیرنگ یهود خیبر بود. یعنی خیبر یک مرکز مؤامره و دسایس و توطئه بر علیه حکومت اسلامی بود
وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این منطقه رو گرفتن، اومدن که یا رسول الله حالا ما غلط کردیم، ما الان از اینجا بیرون نکن، ما هم اینجا کار میکنیم و زمین ها رو آباد میکنیم و کار ماست کشاورزی و در مقابل اون یک قسطشو به شما میدیم. خب اینا حقشون بود که همشون، عدالت اقتضا میکرد که همه اینها سر زده بشن، عدالت اقتضا میکرد که اینها از اینجا رانده بشن. بله. اما احسان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چیزی بالاتر از عدالت، این رو اقتضا کرد که اونها رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زنده به نگه داره با تمام اون جنایاتی کرده بودن، جنایاتی جنگی که واقعا وحشتناک بود. با همه اینها به اینها یک فرصت دیگه برای زندگی دادن. وقتی که مدت زمان گذشت و میوه ها بارور شد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ابوالدرداء رو فرستادن که بره اونجا و محاسبه کنه، ببینه که حق اونها چقدر میشه و حق مسلمان ها چقدر میشه. ابوالدرداء وقتی رفتن اونجا، خب یهود بودن دیگه، همون فطرت و سرشت مکر و حیله‌شون، اومدن پیش ابوالدرداء، استقبال شاهانه کردند ازشون و شروع کردن به رشوه های خوبی بهشون دادن که بیاد اینجا محاسبه کنه و به جای اینکه مثلا بگه برآورد خیبر 100,000 تن هست، بگه آقا 10,000 تن خرما هست و در مقابل یک چیز بزرگی بهشون بدن و در از این 10,000 تن خرما 1,000ش یا 5,000ش مال مسلمان ها. ببینید این رو میگن تربیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. این فرد مال مکتب اسلام هست، در مکتب عدالت اسلام تربیت یافته. میگه که به خدا سوگند در زمین و زمان کسی رو من مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست ندارم و به خدا سوگند از شما یهودیان جنایتکار من از هیچ کسی اینقدر متنفر نیستم که از شما متنفرم، اما محبت من به پیامبر و کره و کینه ای که بر شما دارم باعث نمیشه که من عدالت نکنم، حق شما رو ضایع کنم یا حق اسلام رو ضایع کنم. امکان نداره. مسلمان باید اینطور باشه. اینا بودن که خود یهودیان هم اقرار کردن، گفتن که به خاطر همین اخلاق، به خاطر همین رویه خداوند شما رو بر همه جا چیره کرد. امروز که ما در کشورهای خودمون با یک نابرابری ها و یک ذلت ها و خواری ها روبرو هستیم، به خاطر جمعیت نیست. اینها افراد پوچ بیعقلی هستند که نمیتونن جامعه رو چجور مدیریت کنن. الان پژوهش های علمی میگه با وجود همین سیاست های بسیار عدم پیشرفته‌ای که ما داریم، خیلی تقلیدی در جهان اسلام، جهان سوم، با وجود همین امکانات تقلیدی، اما اولیه و اگر عقب همون با همون عقب ماندگی و اگر امروزه در دنیا 300 میلیارد انسان می بود، انسان نیازی به غذا، کمبود غذا پیدا نمی کرد. اگر چون که خداوند متعال الان یک کشوری مثل افغانستان، یک کشوری مثل ایران، با همون داده هایی که جعل فیها اقواتها خداوند متعال توش قرار داده، میتونه کل جهان رو غذا بده. اما چیزی که مانع هست چه هست؟ اون طاغوتیان و اون آلهه زر و زور که خودشون رو فرعون کردن، روی ملت ها سوار شدن و اون ملت هایی که ذلت و خواری رو پذیرفتن. این باعث شده که همه این خیرات ضایع بشه. در هر جایی که عدالت هست، در اونجا رفاه اجتماعی هست. در هر جایی که عدالت از ادواتش آزادی است. در هر جایی که آزادی هست، عدالت هست، آزادی هست. در هر جایی که عدالت هست، صداقت هست. در هر جایی که عدالت هست، برابری هست و این نوسانات قدرت وجود نداره. اونجا دیگه طاغوت، الان شما ببینید در بودجه امسالی که در ایران مطرح میشه، میبینید که افرادی هستند که حقوقاشون حقوقای نجومی است. افرادی هستند که زیر خط فقر زندگی میکنن. این چه جامعه است که در اون
یک انسان بی سواد چون که از خانواده آقازاده هست اون حقوقش میلیاردی باشه، بله. یک انسانی دیگر چون که از جامعه فقیر هست، جامعه ای که نظام اون رو فقیر کرده. ببینید در اروپا میخوان که چون اونا هم دوچار مغلطه هستن، نمیتونن عدالت رو با برابری نمیتونن تمیز بدن. اونجا چیکار کردن؟ اونجا مثلا اومدن جامعه رو انگار که یک خطی کشیدن، کل جامعه رو دوچرخه‌شون مثلا سوارن، میگن که الان همتون حرکت کنین، مسابقه است، مسابقه همتون ببینید رو خط، یک خط واحد هستید، همتون با هم حرکت میکنید، هر که اول رسید جایزه بهشون میدیم و به این صورت حقوق ها رو به مردم تقسیم میکنیم. اما شرایط درسته که خط یکسان تشکیل دادن، اما شرایط یکسان وجود نآوردن. شمایی که میایید تو جامعه دم از رتبه های حقوقی میزنی، شرایط یکسانش کجاست؟ این آقا دوچرخه‌اش پنچره، این آقا دوچرخه‌اش خرابه، این آقا دوچرخه‌اش خیلی خوبه. این آقا رو گفتی که هیچ بزن برو، این آقا رو میگی نه، تو راه که میایی، تو راه که میایی آقای ترافیکی رو رعایت کن و فلان میگی. این آقا رو میگی نه، با وجود این رعایت اینها یه سری هم به خونه خاله هم بزن، اونجا بچه‌هاش مریضن، اونا رو هم به بیمارستان برسون، بعد به خط بیا. میبینید که دیگه یک شعارهایی میدید اما در عملا یه چیز دیگه هست. چطور امکان داره؟ عوام فریبی، ظاهر فریبی، در ظاهر مردم فریب میخورن. امروز مثلا اکثریت وقت بحث از مدیریت در کشورهای اروپایی میشن، گویین که کشورهای اروپایی یا غربی نمونه از عدالت محوری است، در حالی که چون نیست. اونها شده عدالت محور نیستن استاد صیقل عزیز، اما یه موردی دارن. اونها تا حد زیادی بله تونستن بعضی از مفاهیم برابری و عدالت رو رعایت کنن. بله. در تمییز و دوگانگی اجتماعی رو از بین بردن. در کشورهای جهان سوم و کشورهای ما این بیداد میکنه، ظلم و ستم به اوجش رسیده. در این وقتی شما بیایید در زندگی فرعون نگاه کنید، فرعون کل جامعه رو زیر پاش نگذاشت. جعل اهلها شیعا یستضعف طائفه. جامعه رو اومد طبقاتی کرد. بعضی از طبقات، چون خود فرعون نیاز داره به حشم و خدم، اینها رو باید مراعات بکنه، اما یستضعف طائفه منهم، یک گروه از جامعه رو اینها رو له کرد. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که در اقیانوس خشم مردم، خودش و سربازانش، هر کسی که با فرعون بود غرق شدن. حاشیه‌اش تمام افرادی که با فرعون بودن، خشم مردم اونها رو زیر آب برد، خفشون کرد. همینطور الان در جوامع ما به طور مثال، الان این افراد پابرهنه بیچاره‌ای که در خیابونها، مالباختگانی که در خیابونهای ایران در این هوای سرد با این بحرانهای زلزله و با این مشکلات، با اینها نشستن، سینه سپر کردن جلوی کمپاره، اینها چه کسانی هستند؟ اینها افرادی هستند که زیر چکمه‌های طغیان این امامه به سرهان تقوای دروغین له شدند. شخصیت اینها خرد شده، انسانیت اینها ازشون گرفته شده. اینها الان میاند برای چی؟ برای اینکه زندگی و مرگ در این فضا براشون یکسانه. مردن براشون راحت‌تر تا زنده ماندن در این ذلت و خواری. اینها بوسه میزنند بر گلوله‌ای که از طرف طاغوت میاد و اینها، خشم اینها فرعون اون زمان رو که اهرامات درست کرد با اون قدرت غرق کرد، خشم اینها این امامه به سران طاغوتی رو غرق خواهد کرد. دنیا دیر یا نزدیک به زودی چون که یک چیزی که وقتی خشم، میگن که بترس از خشم بردباران، اونایی که صبرشون خیلی سنگینه. خب میبینیم ما
یک ملتی رو در ایران تجربه کردیم، ملتی که میتونه 38 سال چکمه رو روی سرش تحمل کنه، 38 سال مکر و فریب و دروغ و همه اینها رو تحمل کنه. 38 سال. ببینید الان مثلا میان میگن که آقا اینها آشوبگرن، فتنه‌گرن. یعنی شما وقتی میرین نگاه از بیرون میکنید مدیریت میشن. کی هستن اینها؟ هر یک رو میبینی که در جیبش پایان خدمت و نمیدونم مدارک دکتر و مهندس و دانشجو اینا. اگر دانشجوی ما اغتشاشگر و فتنه‌گر هست پس وای به حال چی انتظار داشت؟ میگن که آقا اینا اموال عمومی رو دارن تباه میکنن. کدوم اموال عمومی؟ این عکس هایی که هر جا آویزون کردید روشون هزینه کردید، این هزینه ای که باید میتونست یک ملت بیچاره ای رو، یک خانواده ای رو سیر کنه، اینها رو آتیش زدن. این عکس ها اموال عمومی است یا اون خمپاره هایی که میزدید و میکشید در عراق و در سوریه و در یمن و در اینجا و اونجا ملت ها رو به کشت و کشتار میدید؟ اونها اموال عمومی نیست که الان شما لباس شخصی های خودتون، اسید پاشای خودتون رو بفرستید تو خیابون ها تا بیان مغازه های مردم رو داغون کنن، بیان پلیس داره دزدی میکنه و اموال مردم رو میدزده. پلیس و نیروهای امنیتی شما تا دیروز مردم به کرمانشاه کمک هایشون رو میفرستادن برای زلزله زدگاه، کمک های مردمی رو میدزدیدید. اینها اموال عمومی است یا عکس نمیدونم کدوم طاغوت که به آتیش کشیده میشه؟ نه، این خشم خروشان ملته. احذر من الحلیم اذا اغضبته. یعنی این الان این بردبار است که ترکیده است. حوصله را امروز دیگه جلوش هیچ کسی گرفته نمیتونه. هیچ موجی و هیچ دریای و هیچ مانی و هیچ سده. خب جناب دکتر تشکر میکنم. اگر اجازه بدید ما به اجازه شما و به اجازه بیننده های عزیز و گرامی میریم سراغ یک میان برنامه. پس از میان برنامه انشاءالله دوباره در خدمت شما با ادامه موضوعمان خواهیم بود. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الله به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبان آنها بازگردانید و هنگامی که میان مردم داوری می کنید به عدالت داوری کنید. چه پند نیکیست پندی که الله به شما می دهد، به درستی که الله شنوای بیناست. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. يا حبذا خلق كريم طاهر قد مازجته سلامة الأذواق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. حين تطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتحسني ذكر المروءة والندى الشمائل عزة المشتاق. فالناس هذا حظه مال وذا
خب بینندگان گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستیم با ادامه موضوعمان که عدالت هست یا خلق عدالت. قبل از برنامه توجه مرا دو بیتی از ابیات فارسی به خود جلب کرد که قرار آتی است: شاه را به بود از طاعت 100 ساله و زهد. شاه را به بود از طاعت 100 ساله و زهد، قدر 1 ساعت عمری که در او داد کند. خب جناب دکتر، اگر ما بخوایم از خلال امی دو بیت یک سوال را خدمتتان مطرح کنم که وقتی بحث از عدالت میشه، همیشه ذهن ما، خاطره های ما به طرف حاکم میره. یعنی عدالت گره خورده با حاکم، با پادشاه، با مسئولی که در رأس است، یا اینکه عدالت باید همیشه از طرف قاضی و از طرف کسی که دادگر است، از طرف او صورت بگیره. آیا عدالت تنها منحصر به همین دو گروه در جامعه میشه، حاکم و قاضی، یا ای که هر فرد، هر طبقه در حیطه مسئولیت که داره باید این خلق را و این اصل را رعایت کنه؟ اینی که وقتی دم از عدالت میزنیم ذهنها بیشتر به سوی قدرتمندان میره. بله. و صاحبان قدرت. خب این به خاطر اون حجم مسئولیت بالایی هست که روی گردن اونهاست و به خاطر همین مسئولیت کلانی که خداوند متعال بر عهده مدیریت های جامعه قرار داده، امام عادل در اسلام و در پیش خداوند خیلی عزیز هست، به این صورت که امام عادل دعاش پیش خداوند مستجابه. امام عادل از جمله اون 7 گروهی هستند که در روز قیامت در زیر سایه عرش الرحمن هستند. یظلهم الله بظله یوم لا ظل الا ظله. 7 یظلهم الله فی از ظله. اون 7 گروهی که خداوند متعال از اونها استقبال شایانی میکنه در روز قیامت، اون امام عادل هست. امام عادل از اون شخصی است که در روز قیامت جایگاهش از همه به الله تعالی نزدیکتر است. خب اقرب الناس مجالسا الی الله هست امام عادل. این امام عادلی که این همه روش این همه جایزه های بزرگی رو برایش خداوند متعال در دنیا و آخرت گذاشته، به خاطر اون حجم مسئولیتی هست و اون حجم انتظاراتی که از اون میاد. اگر اون انتظارات رو برآورد کرد، هم خودش سعادت و خوشبختی و رفاه رو برای خودش ایجاب کرده و به وجود آورده، هم برای جامعه. الان ما چند سال از تاریخ عمر بن خطاب ما طی کردیم و فاصله کردیم، اما تا امروز یا عمر بن عبدالعزیز کل پادشاهان و مسئولین همین که حرفی میشه، ما یک ترازوی، یک دماسنجی خداوند برای ما نشون داده که اون عمر هست، میایم میگیم که این شما کجا و عمر کجا. واسه همین بود که وقتی عمر بن خطاب رضی الله عنه شهید شدن، حضرت علی ایستادن روی قبرشون و گفتن که فقط اتعبت من بعدک. این سیستماتیک کار کردن شما و این عدالتی که شما اجرا کردید، شما اونهایی که بعد از شما میاند اونها رو پریشان کردید. اونها نمیتونن مثل تو باشن و برای همین جامعه اونها رو زیر سوال میبره. وقتی که عمر میاد میگه که اگر حیوانی در عراق بلغزه میترسم که روز قیامت خداوند منو بگیره که ای پادشاه چی شد، چرا اون راه رو درست نکرده بودی؟ اینه چهارپای افتاد. چرا پایش لغزه؟ چرا پای یک چهارپای بلغزه و تو مسئول هستی؟ این هست. و در این حال و ما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. هیچ حکومتی، هیچ نظامی، هیچ شهر و دیاری رو خداوند متعال به ذلت و خواری نمیکشونه، هلاکشون نمیکنه، بربادشون نمیکنه، مگر اینی که اونها ظالم بودن.
و خداوند متعال از ظالمان غافل نیست. و ما کان الله بغافل عما ربک بغافل عما یعمل الظالمون. خداوند از این چیزی که ظالمان و ستمگران میکنه نه، اما بهشون فرصت میده، فرصت میده تا گور خودشون رو به دست خودشون بکشن. اما عدالت تنها در حیطه سلطان و اون نیست، در تمام عدالت یک ارزش محوری ثابت مطلق هست بر هر فردی، در مقابل هر فردی، در هر ظروف و در هر حیطه‌ای از زندگی که باشه. این فرد حالا میخواد در مدیریت یک جامعه باشه. در حدیث داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر مسئولی روز قیامت مورد محاسبه قرار میگیره، حتی اگر مسئول 10 نفر باشه. پیامبر اکرم در حدیثی که میفرمایند کلکم مسئولون و کلکم راعین و کلکم مسئولون رعی، همه شما مسئولی در مقابل زیردستانتون و روز قیامت اون رو نجات نمیده مگر عدلش، مگر اگر انسان عادل و منصفی بود. حالا در حیطه قضا و حکمرانی بود که قاضی یک آداب عجیبی رو اسلام برای قاضی میگذاره که در مقابل قضا، در مقابل دادگستری تمام افراد جامعه یکسان هستند. میخواد رئیس دولت باشه، میخواد یک انسان عادی در ته جامعه باشه، همه اینها در مقابل قانون برابرند و قاضی به هیچی که از اینها به چشم تمیز نگاه نمیکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماند حتی اگر فاطمه بنت محمد دزدی کنه دستشو قطع میکنه. قانون برای همه، قسم به خدا که قانون برای همه است، هیچ کسی در مقابل قانون بس که کسی دیگه برتری نداره. میبینیم که در طول تاریخ شخصیت های والایی که تونستند اسمشون رو بر سقف آسمون بنویسن، اینها در مقابل قانون برابرند. حضرت علی میشینه در مقابل یک یهودی که زرهش رو دزدیده، همه هر دوتا در یک اندازه به یک اندازه، حتی قاضی حاضر نیست که اون رو بگه یا امیرالمؤمنین، میگه یا علی تو چی میخواد، چی طلبت چی هست آقای فلانی. یا در دعوای دیگه که ابوالحسن گفت ابوالحسن ممکن یعنی اینی که حالا در حیطه قضا باشه، در حیطه زندگی زناشویی باشه. در زندگی زناشویی شما حق ندارید اگر بیش از یک همسر دارید که یکی رو بر دیگری برتری بدید. باید مساوات و برابری رو اینجا مراعات کنید تا حدودی که امکان داره. خداوند متعال ما رو بر روی ممکنات محاسبه میکنه، نه بر روی خواب و خیالات. واسه همین میگه ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء. شما امکان نداره که عدالت رو اون طوری که هست، چرا؟ در معاشره، در وقت، در دید و بازدید، در خرید، در همه اینها شما عدالت رو باید رعایت کنی. اما یک چیزایی هست در یک میلان قلب، این خوش اخلاق‌تره، این با خداتره، این خوش رفتارتره، چون قلب تمایل پیدا میکنه، این رو خداوند از در میگذره. اما غیر از این نه، باید همه اینها رو. و جالب اینجاست که ما وقتی که میایم در حیطه دین حرف میزنیم، اسلام یک مرحله بالاتر از اون چیزی که عقل بشر، همیشه عقل بشر تا الان در همه مکاتب بشری ما میبینیم دم از برابری زده میشه. برابری چی؟ برابری خیلی چیز آسونی هست. عقلهای سطحی اون رو زود میفهمن، زود میگیرن، واسه همین مطرحه. اما وقتی میایم مبحث عدالت رو میگیریم، مبحث عدالت از برابری خیلی بالاتره. وقتی میایم دم از برابری، مثلا ما در دنیای امروزی و دنیایی که پیشرفت کرده دم از برابری هست. آقا برابری، حقوق همه برابر، حقوق. اما درک نمی کنیم که جامعه اینطور نیست، طبیعت بشری اینطور نیست. من به عنوان یک پدر و به عنوان یک انسانی که این همه ازم سال گذشته با بچه‌م که تازه به دوران رسیده برابر نمیتونم باشم. عدالت اینجا باشه. در بحث میراث همیشه مثلا افراد سطحیگر هرهری مذهب میان که خدا من به مرد 2 برابر زن داده. این رو درک نمی‌کنند. این افراد هرهری مذهبن که میگن که باید همه برابر باشن، نمیفهمند که یک مسائل برابر اینجا یعنی چی؟ مفهوم عدالت چون مفهوم عدالت یک مفهوم پیچیده‌ای است
مفهوم عدالت نیاز به بحث و کنکاش داره که بفهمی چی به چی نیاز داره. در بحث میراث ما میبینیم که بیش از 30 مورد زن از مرد بیشتر ارث میبره. مواردی هست که زن ارث میبره، مرد اصلا ارث نمیبره. مواردی هست که زن چند برابر مرد ارث میبره. حالا کدوم زن چی موردی، این نیاز به چی داره؟ نیاز تفصیل داره، یک کنکاش علمی داره که از افراد هرهری مذهب سرسری سطحی نگر این رو درک نمی‌کنند. وقتی میایم میگیم مثلا انتخابات، آقا انتخابات همه افراد جامعه با هم برابرند، حرف شیرینی هست، شنیدنش شیرینه، دهن رو به آب میاندازه. اما وقتی میایم در حیطه اجرا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که واقعا از بدترین افکار و اندیشه هایی که عقل بشر رو زیر پا میذاره همین انتخابات هست. در این انتخابات یک چوپونی که روی مرز هست اصلا نمیدونه که تو کشور چی به چی هست، کی به کی هست، این یک رأی داره. بزرگترین سیاستمدار، بزرگترین اقتصاددان کشور، بزرگترین عقل متفکر کشور که میدونه که چی به چیه، اون یک رأی داره. در نتیجه چی به وجود میاد؟ در نتیجه همینی که ما الان میبینیم که افرادی به قدرت میان میرسن که بتونن بهتر مردم رو گول بزنن، افرادی به قدرت میرسن که بتونن بیشتر مردم رو بچاپند. خب اما اونهایی که برنامه دارن، اونهایی که میتونن مهار کشور رو بگیرن و جامعه رو نجات بدن، اونها طرد میشن. چرا؟ چون که یک مفهوم غلط غلوطی رو به جامعه تزریق کردیم که آقا برابری، در حالی که ما چیزی بالاتر از برابری داریم که اون عدالت هست. و بعد از عدالت هم ما احسان رو یک پروژه بالاتر از عدالت هم داریم که این فهمیدنش و درکش برای خیلی ها کم میارن تو فهمش. همچنین در زندگی فردی، در خانواده گفتیم، در روابط پدر با فرزندان اینجا روابط مدیر با زیر دستاش در مدیریت کوچک. خانواده کانون ابتدایی یک جامعه بزرگ است. بله. در اینجا اگر ما اومدیم عدالت رو رعایت کردیم، افراد این خانواده فردا این مفهوم رو میتونن به جامعه منتقل کنن. وقتی که طرف میاد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که یا رسول الله، من میخوام که یک مقداری از مال و ثروتم رو برای این پسر بچه‌ام که شیرینه برای این بذارم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که میخواد که پیامبر گواه باشه که اگر مرد این بچه حقش ضایع نشه. میفرمایند که شما بچهای دیگه هم داری؟ گفتم بله. آیا به برای دیگران هم گذاشتی؟ مثل همینی که به این فرزندت میدی به دیگران هم میدی، به خواهر برادراش میدی؟ گفتن نه. گفتن که من گواه زور و شاهد دروغی نمیشم. این کار شما اشتباه است. شما باید خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تو مجلس که می نشستن حتی دیدشون رو عدالت رو رعایت میکردن، همونطور که به این صحابی در دست راستشون نگاه میکردن، به این نگاه میکردن، به اون نگاه میکردن تا همه احساس کنن که پیش پیامبر عزیزن. هر صحابی فکر میکرد که پیش پیامبر از همه عزیزتره. سبحان الله. سبحان الله. این صاحب الخلق العظیم این رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست که یک جیلی و یک نسلی رو تربیت کرد که این نسل‌ها یک قصه بسیار زیبایی داریم که در منطقه خود ما در سمرقند اتفاق افتاد که بیانگر تربیت این نسل نبوی هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گروهی رو میفرستن تا اینا میرسن به سمرقند. حالا سمرقند کجا، مدینه کجا؟ در عهد خلفای راشدین. تصور کنید تربیت یافته مکتب رسالت هستن. اینها تصور کنید که این قتیبه تا رسیده به سمرقند چه مشکلاتی رو سر راه داشته، با چه دزدان و رهزنان و ظالمان و ستمگرانی که ملت‌ها رو به بردگی گرفته بودند با اونها گلاویز شده. علیزه رسیده به سمرقند. بعد از طی این مسیر خب الان یادش میره که ما یک سیستمی داریم در گفتمان با ملت ها، حتی اگر زورگو باشن، حتی اگر چپاولگر باشن. شما میرید تو یک منطقه میبینید که یک مجموعه ای از طاغوتیان این ملت رو به اسارت گرفتن، اما باید با اونا گفتمان داشته باشیم. یا ما اومدیم شما رو دعوت میکنیم، شاید شما این کارا رو میکنید نمیفهمید. خب ما یک دینی داریم که همه رو با هم برادر و برابر میکنه، عدالت رو برای همه تضمین میکنه، زندگی رو برای همه مرفه میکنه.
این دین رو ما آوردیم برای شما، پیام الهی است، آیا این رو قبول دارید؟ قبول کردن که نیازی به جنگ نمیشه. قبول نکردن بعد از اون مراحل بعدی میاد. قتیبه یادش میره این از خسته است یا فکر میکنه که این نیاز نیست، میاد گروهی از سربازان رو به شکل بازرگانان میفرسته داخل شهر. اینا میرن داخل شهر، اونا از اونجا حرکت و از اینجا لشکر میاد، شهر رو بدون خونریزی، بدون سرصدای یعنی زیاد بدون میگیرن. طی مراحل دعوت، بدون اینکه اونها را مطلع کنن و آگاه کنن که ما بدون طی مراحلی که به افراد اختیار داده بشه. چون عدالت اقتضا میکنه که شما بر دیگران خودت رو تحمیل نکنی. عدالت اقتضا میکنه که افراد بیان اون چیزی که شما دارید، پروسه‌ای که شما دارید، اون رو به اختیار خودشون قبول کنن. شما عرضه کنید. شما عرضه کنید. اومدن به این صورت. خب مردم دیدن که خب چیز خوبی هست، مسلمون شدند، قبول کردند، اما اونهایی که جاه و مکانتشون رو از دست داده بودند و یا اطلاع یافته بودند که اسلام مراحل داشت. اینا خب میدونستن، اما خب جایگاه خودشون رو از دست داده بودند. اینها اومدن، این سرکده ها گفتن که اینا ما رو ظلم کردن به ما، به دین خودشون هم خیانت کردن. پس چیه دین خیانت؟ گفتن که بله، دین اینها دین آسمانی است. اختیار انسان رو، اراده انسان رو مقدس میدونه. خداوند به اینها امر کرده که لا اکراه فی الدین، شما هرگز اجازه ندارید کسی رو مجبور کنید وارد دینتون بشه. پس چیکار میشه کرد که ما این حکومت خودمون رو برگردونیم؟ گفتن به شکایت کنیم. به کی شکایت کنیم؟ به سردارشون. سردارشون هم کی است؟ سردارشون برای قاضی مسلمون ها بر علیه مسلمون ها شکایت کنیم ما کافر؟ گفتن بله، این دینی که اینا دارن همینه. رفتن شکایت پیش قاضی مسلمون ها که سربازان شما اومدن ما رو غافلگیر کردن، شهر ما رو گرفتن، ما رو به اون سیستمی که خودتون داری عمل نکردن. قاضی قتیبه رو میخواد، بله همینطور شد، دستور میده که شما باید شهر رو ترک کنید. سپاهی که رفته شهر رو گرفته الان باید این شهر رو ترک کنه، بیاد بیرون از شهر، دوباره به این شهر بخواد حمله کنه، باید در مقابل لشکر این شهر وایسه. تمام این لشکری که الان تو دستشون هست باید این رو رها کنن، اسلحه هاشون رو رها کنن، نباید یه تاریمویی از این شهر کم بشه، بعد بیان با اینو بجنگن. اگر میخوان سورگوگان اومدن جلویشون باید بجنگن. از سپاه اسلام 1000 نفر کشته بشه. اما این ارزش عدالت باید پایدار بمونه. اگر خون مسلمان هم ریخته بشه، برای حفظ این ارزش باید ریخته بشه. اینجا وقتی که ملت دیدن که وای این چه دینی هست که افراد خودش رو در مقابل دشمن بازخواست میکنه، دشمن رو به دشمن حق داره میده، اومدن جلوی سپاه اسلام گفتن که ما اسلام رو قبول داریم و بیاد. مثل این تصاویر در تاریخ اسلام ما بسیار میبینیم که افراد میان در مقابل دادگستری و میبینن که چطور دین و ارزش‌ها چطور در پیش این ملت، ارزش‌هایی که انسانساز هست، ارزش‌هایی که جامعه رو بارور میکنه، ارزش‌هایی که رفاه اجتماعی رو برای جامعه تأمین میکنه، چقدر پیش اینها عزیز هست. ما وقتی میایم میبینیم این ارزش رو باید در خود فرد، یک فرد حق نداره در دین ما به خودش ظلم کنه. ظلم هایی که به خود میکنید تماما اینها رو اسمش رو خداوند متعال گناه میذاره، ذنوب هست اینها. افراط و تفرید در حق خودت ظلمه، حق نداری. من میخوام که تمام زندگیم رو روزه بگیرم، حق نداری. من میخوام که کل شب و روزم رو به عبادت مشغول میدم، حق نداری. ان لنفسک علیک حقا فأت کل ذی حق حقا. خودت بر خودت حق داری، خانواده‌ات حق دارن، همسرت حق داره، جامعه حق داره، همه رو باید حقش رو ادا کنی. عدالت یعنی چی؟
عدالت یعنی دادن از هر صاحب حقی حقشو، حتی اگر اون خودت باشی. در مقابل خودت اگر ما نتونستیم به خودمون عدالت بکنیم، نخواهیم تونست در حق دیگران عدالت رو رعایت کنیم. اگر نتونستیم در خانواده و در محیط فردی خودمون عدالت رو رعایت کنیم، چطور میتونیم در خانواده و در محیط بزرگتر این عدالت رو نمایان کنیم و به اجرا در بیاریم؟ اینه که باید یاد بگیریم که اساس سعادت فردی، خانوادگی، اجتماعی، ملی و جهانی عدالت هست و ظلم تیشه‌ای هست که ما با اون تیشه میزنیم به ریشه خودمون و ریشه امن و آسایش و رفاه اجتماعی رو خشک میکنیم. جناب دکتر نور محمد عمرا، کارشناس علوم اسلامی و اجتماعی، در پایان این برنامه از سری برنامه‌های خلق عظیم از شما جهان سپاس و امتنان داریم. واقعا از صحبت‌های شیرین و از گفته‌های زیبایتان بهره‌مند شدیم و شما بیننده‌های عزیز و گرامی را نیز تا دیدار دیگر و برنامه دیگر به پناه الله یکتایی به همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. يا حبذا خلق كريم طاهر قد مازجته سلامة الأذواق، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. حين تطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكرى المروءة